تو همه اینا رو الان تمرین کردی. آره بابا دیگه. که فردا میخوام امتحان بدم. تو فکر کن من الان افسرم. آره تو الان افسر، منم میخوام امتحان بدم. بپرس. خب اینو بگو. این بابا بچه نمیخوابه، مادرش میاره خونشون بخوابونه. بابا این یعنی محل عابر پیاده. بابا من بی سوادی شرکت کردم. اینو بگو. جیران به داغ میرود، یعنی آهو به کوه میره. بابا فارسی باید حرف بزن. بعدی گاو. نه بابا منم میدونم گاوه یعنی چی؟ یعنی خسته است وایستاده. وای بابا یعنی محل عبور حیوانات اهلی. اینو بگو. این داره بنایی میکنه. معنیشو بگو. معنیش ملات درست میکنه. خب برای چی ملات درست میکنه؟ نمیدونم که بابا جان. این به قبرستان نزدیک میشوید. اینا دیگه 2 نفر مردن، خاک ریختن، نشست نکرده. بابا این دست اندازه. من تو رو به عنوان یه افسر رد میکنم. بده من بابا. خوب که تو افسر نشدی. من الان اگه فردا شرکت میکنم، اگه قبول نشدم هر چی میخوای بگی بگو. ردی تو. ردی تو.